سلام دوستای عزیز، الان تو کامم. بریم پایین یه قهوه بخوریم تو فروشگاه تاپس. دستگاه بگیریم ببینیم چی جوریه. بریم با هم دیگه داخل تاپس مارکت. بریم یه قهوه 10 باتی بخوریم. خب این دستگاه هاست، حتما سکتون 10 باتی باشه. اینجا داخلش اسپرسو داره، کاپوچینو داره، کوکو داره. اسپرسو رو انتخاب میکنیم، منتظر میشیم تا حاضر کنیم. خب صداش اومد، دیگه حاضره. خب من اسپرسو رو انتخاب کردم، ببینیم چه جوریه. همش روش کف خیلی خوشگلی هم داره، همش عالیه. هم شیرینیش اندازه است، تلخیش، همه چیش.